داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان یحیی عیسی را غسل تعمید دادند. زمانی که زکریا و الیزابتی بچک تو بود، به پیامبری انتخاب بود. آب به گیابان تها زندگی کرد. صحراییان اصل و مدگ آورد و هشتر پشمه پوچ به بوتی گرا کرد. بازین مردم به گیابان به یحیی کنک یاتند و برایی حبرن گوشش کرد. آب پراوان واز کرد و گوشت توبه کند چون خدای پادشاهی نزدیکند. وقتی مردم یحیی پیام اوشکتش بازین شاوان شبوتی گناهان توبه کرد و یحیی آوان غسل تعمید داد. بازین عده روحانیون مذهبی هم و غسل تعمید به یحیی یاتند، اما شبوتی گناهان توبهش نکرد. یحیی به روحانیون مذهبی گوشت ای مارهای سمی توبه کنید و بوتی رفتار را عوض کنید. هر درختی که ثمر و محصول میارید بره تگبید و به آچش تها پرین تگبید. یحیی هما پیشگوی یود که پیامبران کرد. سیل کن من پیامبری را دیمدین تا رها پرایی هموار کند. بعضی یهودیان یحییش پرسید که آیا تو هما مسیح هسته؟ یحیی جواب داد من مسیح نه اما کسی بد شمن کت که آیی مقام شمن باز بالاترند. آنکه که من لیاقت ندارین که آیی کوشان برای پاده دیما بلین. یدگر روی چین عیسی پا غسل تعمید به یحیی نزده یاد. وقتی یحیی آیردیس گوشت یه هما بره هست که خدا دیم داته تا پا دنیا و مردمانی گناهن قربانی بید. یحیی به عیسی گوشت یه کار شایسته نهند، یه منون که باید شته تعمید گرین. اما عیسی گوشت نه تعمید ده، چون یه رنگ خدای حکما به جا وکارین. بنا پریشی یحیی عیسی را غسل تعمید داد، اما نه پریشی که گناه کرده بید. عیسی هرگز دچار گناه نبودد. وقتی عیسی بعد تعمید آبها بیرون یاد، خدای روح همانند کپوی تیبودی بود و به جاله گیاد و به عیسی سرانشت و همان لحظه و خداش آسمان ندا فرمود هم نی بچک هسته که ترا دوست دارین و شته باز خوشنود هستون. خدا به یحیی گوشتد روح القدس و شخصی که تا آیره تعمید داده کت شخص خدایی بچکند. خدا یگانه است، اما هنگامی که یحیی عیسی را تعمید داد خدای پدر توار اوشکت. خدای پسر یعنی عیسی را دیست و روح القدس را مشاهده کرد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس: انجیل متی فصل 3، انجیل مرقس فصل 1 آیات 9 تا 11، انجیل لوقا فصل 3 آیات 1 تا 23.